اوه 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 تو خیلی وضعت خرابه. بگو ببینم چی شده. آقای دکتر همه چیز از اون روز کذایی شروع شد. از اون روزی که مسی از بارسا رفت دیگه نه خواب دارم نه خوراک. بعضی شبا کابوس میبینم، کابوس 8-2. بعضی شبا هم رویای برگشت مسی به نیوکمپ. ببین پسرم این به نظر من دکتر. ببین پسرم به نظر من تو باید با واقعیت‌ها کنار بیای. مسی از بارسلونا رفته و دیگه هیچ وقت قرار نیست برگرده. به نظر من دلخوشیت جایگزین کن. دلخوش باش به رافینیا، پدری، یامال. با یامال دلخوش باش و این قضیه مسی رو کامل ریشه کن از ذهنت خارج کن. آقای دکتر حق با شماست، باید با این قضیه کنار بیام. مسی رفته و دیگه هیچ وقت قرار نیست به بارسلونا برگرده.